او به اشتباه فکر میکرد یک ویلای لوکس در قلب کابل زیر سایه طالبان امن‌ترین مکان روی زمین است. رهبر القاعده، پزشکی که روزی در قاهره جراحی میکرد، حالا عادت داشت هر صبح به بالکن همان خانه برود و در هوای تازه نفس بکشد. اما او نمیدانست که آن بالکن ماهاست در نقطه گذاری یک پهپاد آمریکایی قفل شده است. صبح 31 جولای 2022 درست همانطور که اطلاعات آمریکا پیش بینی کرده بود، الظواهری روی بالکن ظاهر شد و در ساعت 6:18 صبح بدون هیچ هشدار قبلی سکوت محله شیرپور با صدای برخورد دو موشک شکسته شد. الظواهری مغز متفکر حملات 11 سپتامبر و رهبر القاعده پس از بن لادن با این عملیات هدفمند که حاصل ماه‌ها ردیابی الگوی زندگی او بود کشته شد. تمام من روز شنبه به دستور من ایالات متحده یک عملیات هوایی موفقانه را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمن الظواهری امیر القاعده شد. اینجا رسانه تاریخی، تحلیلی و ملی‌گرایانه میکائیل. ایمن الظواهری 1951 توی قاهره به دنیا میاد. جالبه بدونید از یه خانواده‌ای که تو طبقه متوسط که همشون یا استاد دانشگاه بودن یا محقق بودن یا آدمای کلاً سطح بالایی بودن از نظر جایگاه اجتماعی. مثلا پدر بزرگش امام اعظم دانشگاه مصر بوده یا عموش اولین دبیر کل اتحادیه عرب بوده. پدرش هم توی دانشگاه قاهره استاد داروشناسی بود، علوم تجربی. و اینم خب توی مدرسه که میره طبیعتاً به عنوان کسی که از این خانواده با این تحصیلات میاد بیرون، هم تحصیلاتش خوب بوده و هم درگیر اسلام و یه مسلمون خیلی جدی بوده و توی 15 سالگی دستگیر میشه به خاطر اینکه عضو اخوان المسلمین شده بود. زمانی که اخوان المسلمین توی مصر به قدرت رسیده بود ولی هنوز غیر قانونی اعلام شده بوده. این همون موقع تو دوره نوجوانی یه مدت عضو میشه و اساساً آشناییش با اسلام سیاسی از همونجا نشأت میگیره. و در عین حال جالبش اینجاست که درسش هم خیلی خوب بوده. یعنی همزمان که این فعالیت‌های جهادی و اسلامی رو انجام میده، حالا در سطح خودش درسش هم میخون و توی یک دانشکده خوب پزشکی توی قاهره، یعنی همون جایی که باباش هم درس میداد، اول لیسانسشو میگیره بعد ارشد جراحیشو میگیره. یعنی کاملا یه جراح زبردستی میشه برای خودش توی سالهای بعد. و بعد از فارغ التحصیلیش میاد کلا توی همون قاهره یک کلینیکی برای خودش میزنه و مشغول کارهای پزشکی و جراحی خودش میشه. ولی یه سری اتفاقاتی اون موقع توی مصر میفته دهه 70 که این دیگه میفهمه که نه، آدمی نیست که بتونه این زندگی رو هندل کنه و باید بره سراغ علاقه خودش، رفقای جهادی خودش، اسلامگرای خودش و با اونا کار بکنه. و در ادامه جهاد اسلامی مصر تأسیس میشه که اینها نشأت گرفته از همون تفکرات خانی بودن و حرفشون این بود که آقا این دولتی که فعلا توی مصر در سر کاره غیر اسلامیه، چون همون موقع رئیس جمهورشون انور سادات بود که انور سادات خب میشه گفت درست اوایل دولتش با اسرائیل جنگید و عقاید اسلامی داشت، ولی در ادامه کاملا عوض شد، روی کردشو عوض کرد و با اسرائیل کاملا مذاکره کرد و یه دوره‌ای داشتن روابطشون خیلی خوب شده بود. حتی قبل از انور سادات هم جمال عبد الناصری بود که درسته با اسرائیل می جنگید ولی باز هم مورد حمایت این اخوانی ها و حالا بعدم که میشه طیفی از توشون میاد بیرون و جهاد اسلامی مصر تشکیل میده، مورد تایید اینا نبوده، چون اینا پان عربیست بودن، اینا ولی پان اسلامیک بودن. مثلا سنین 20 سالگی بودن که یکی از مهمترین هاشون بود همین این اول ظواهری بود، درگیر جدال با دولت بودن که میرسه به 1981 که انور سادات ترور میشه توسط یکی از اعضای همینها که لباس سرباز پوشیده بود. احتمالاً دیدید ویدیوشو که میره و اونو ترور میکنه موقعی که سربازا دارن رژه میرن. بلا فاصله سیستم اطلاعاتی مصر شروع میکنه به جمع‌آوری تعداد مهمی از اینها، اونایی که حدس میزده درگیر شده باشن با این عملیات و حدود 400 نفر رو دستگیر میکنه. 300-400 نفر.
موقعی که اینا رو میگیرن، در بین اون 400 نفری که حدوداً دستگیر شده بودن، ایمن از همشون صد بالاتر بوده، رأس هرم بوده، میشه گفت رهبر اونهایی بود که توی زندان بازداشت شده بودن. و توی دادگاه هم وقتی اینو میبرن برای محاکمه، به عنوان سخنگوی کسی که به عنوان رهبر اونا جلوی قاضی صحبت میکرده، برگشته بوده گفته ما برای یک دولت اسلامی و یک جامعه اسلامی میجنگیم. و یعنی اصلا تکذیب نکرده و نزده زیر حرفش و این شخصیت رو داشته. و خود ایمن یه داستانی داشته که میگه ربطی به قتل انور سادات نداشت، ولی به خاطر اینکه سلاح‌های غیر قانونی نگه می‌داشته تو خونه‌شون 3 سال زندانی میگیره. وقتی وارد زندان امنیتی مصر میشه، مهمترین نقطه عطف زندگیش رقم میخوره و اونجا با کسان دیگه ارتباط میگیره که خیلی افراطی تر از همیشه بود. وقتی که آزاد میشه، خیلی جالبه بدونید از اینجا به بعد میخوره به ماجراهای جنگ افغانستان و مسلمون ها، اون طیفی که جهادیان خصوصا شروع کرده بودن از جاهای مختلف دنیا خودشونو میرسونن به افغانستان تا جلوی این کمونیستای بی خدا بگیرن و از برادران مسلمون خودشون دفاع بکنن. اصلا همزمانی که این خودشو میرسونه به افغانستان، از اونور بن لادن که یک عربستانی پولدار بوده، البته اونم جالبه، اونم از یک خانواده تحصیل کرده و لول بالا و با کلاس. اینش خیلی جالبه، این 2 نفر خیلی زود همو جذب میکنن چون از یک نوع خانواده اومده بودن. البته با یه مقدار فاصله اینا همدیگر رو پیدا میکنن، میرن تو افغانستان مستقر میشن، ولی چون ویژگی‌های مشترکی داشته از نظر نروی خیلی خوب با هم مچ میشن. هرچند اون موقع به عنوان یک پزشک رفته بود، یه پزشک جهادی که سعی میکرد کسایی که آسیب میبینن، مجاهدینی که آسیب ببینن رو مداوا کنه، ولی خب خیلی زود چون رهبری اون جهاد مصر رو داشت، خیلی تحویلش گرفتن و دیگه در سالهای بعد میشه عملاً دست راست بن لادن. این بعد اون قضایای افغانستان دوباره برمیگرده مصر و دوباره روی همون جهاد اسلامی مصرش کار میکنه. خیلی درگیر میشن با دولت وقت مصر، 1200 نفر توی این درگیری ها کشته میشه. اصلا یه داستان عجیب. و توسط دولت وقت مصر به صورت غیابی محاکمه میشه و به اعدام محکوم میشه. و همون موقع چون به گردشگرهای امریکایی حمله کرده بودن این گروه شورشی و آمریکا اینها رو مقصر میدونست، اسمشون دیگه رفته بود تو لیست این افرادی که مثلا CIA و FBI و اینا باید بگردن دنبالشون رو پیداشون کنن. در واقع همون سالهای 1997 98 به بعد این آدم تحت تعقیب امریکایی‌ها قرار گرفت توی لیست و تا زمانی که کشتنش تو سال 2022 ببینید چه آدمی بود که چقدر تونسته بود سالهای سال، حدود بیش از 2 دهه اینجوری مخفیانه زندگی بکنه. عملاً تمام پایگاه‌های اینا رو توی افغانستان زدن، طالبان هم که کاملاً از اینا حمایت می‌کرد و زدن و همه اینا فراری شدن و پراکنده شدن، اما از دور داشتن حملات رو مدیریت می‌کردن تو ماها و سالهای بعد. گویا یه مدت خیلی طولانی اینا خودشونو میرسونن مرز بین افغانستان و پاکستان و از اونجایی که گفتم این یک ایدئولوگ بود برای القاعده که همه کار فکری رو انجام میداد. حتی یک کتابی نوشت به اسم شوالیه ها زیر پرچم پیامبر و مثلا این کتاب دست به دست میشد بین اعضاشون و خیلی تاثیر داشت. و از اون به بعد، از سال 2001 به بعد، این همیشه سخنگوی این گروه بود. حتی جالبه یه مصاحبه انجام دادن تا سال 2007 این 4 برابر لادن سخنرانی کرده بود و نوار و ویدیو و اینها از خودش داده بود و انقدر تلاش میکرد که افکارش رو، حرفاش رو منتشر کنه تا آدمای بیشتری رو جذب خودش بکنه. چرا؟ چون یه اتفاق مهم میافتاد و اون اتفاق این بود که تا اون موقعی که امریکا حمله کنه اونا یک سازمان واحد بودن، یه هسته مرکزی که دستور میگرفتن و عملیات انجام میدادن. ولی بعد این حمله امریکا و پراکنده شدن اینا تبدیل میشن به یه سری هسته های جداگانه، نیمه خودمختار که هر کاری از دستش برمیومد باید انجام میداد برای قدرت گرفتن. از حملات 2004 2005 مادرید بارها تلاش کردن به خطوط آمریکایی
خطوط هوایی آمریکا نفوذ پیدا کنن، خیلی کارهای مختلف سعی کردن انجام بدن. خیلی هاشون اینطوری بود که یا خود مختار اتفاق میافتاد یا اطلاعاتی به اینا هم میدادن، چون اینا نمیتونستن به راحتی ارتباط بگیرن دیگه. و تو تمام این سالها این دست راست بن لادن بود. 2006 امریکا موفق میشه که توی همون حوالی خط ترور اینا رو 2006 امریکا موفق میشه که اینو تو همون حوالی خط بین ایران و افغانستان و پاکستان شناسایی کنه و یک طراحی برای عملیاتشون میکنن. متوجه میشن این توی یه پایگاهیه و بمبارون میکنن کلا اونجا رو. 4 تا از معاونین و دستیارانش کشته میشن و خیلی آسیب میبینن، خیلی آسیب وارد میشه به دارای اطلاعاتشون، ولی باز همین زنده میمونه. و جالبه که بعدها یه ویدیویی برای آمریکایی‌ها ضبط میکنه، میگه که شماها نمیتونید حتی 1 ثانیه زودتر مرگ من رو رقم بزنید. یعنی حرفش اینه که خدا رقم زده که من کی کشته بشم، سرنوشت من چیه و شما نمیتونید دخالتی داخلش داشته باشید. و تو تمام سالهای بعدم ادامه میده این کاراشو و تمام تلاشش این بود که آدمای بیشتری رو در اقسام دنیا جمع کنه دور خودش. میرسه به 2011 وقتی که بن لادن کشته میشه، اونو که بررسیاش تو یوتیوب هست، و بعد میخوره به قضیه بهار عربی. از اونجا به بعد که عملاً این خیلی کار براش سخت‌تر شده دیگه. اون چهره کاریزماتیک بن لادن از بین رفته و خیلی ها این حرفشو نمیخونن و خب درسته این رهبر اعلام شد رسما رهبر القاعده، ولی کسایی بودن که دیگه قبولش نداشتن چون کاریزما بن لادن رو نداشت. ولی تلاش میکنه خودشو اون رهبر بهار عربی معرفی کنه، در حالی که با زندگی مخفیانش ادامه داد و خیلی ها تلاش میکردن که از افسران اطلاعاتی و CIA و پنتاگون و جای مختلف سعی میکردن اینو پیدا کنن ولی موفق نمیشدن. این به سختی ادامه میداد، سعی میکرد با سخنرانیاش، با پیامایی که میده طوری جلوه بده کارو که منم این بهار عربی رو دارم توی این کشورهای عربی مدیریت میکنم، کنترل میکنم. پیامهایی که میداد سعی میکرد این دولت‌های دیگر رو نابود کنه و دولت اسلامی بیاد سر کار و این قضایا رو ادامه میداد. ولی یک چالش مهمی از این دوره به بعد باش روبرو میشه و اونم اینه که افرادی که خطش نمیخوندن و باش مخالفت میکردن بیشتر و بیشتر میشن. خصوصا از 2014 به بعد قدرت گرفتن داعش باعث میشه که بزرگترین چالش دوران رهبری چالشش به وجود بیاد. در واقع القاعده داره روز به روز ضعیفتر میشه و امریکا هم بلایی سرش میاره. 25 میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشته بود که خیلی ها رو وسوسه میکرد تا اونو به قتل برسونه. عملا بهترین معاوناشو از دست داد و کسی برای اون باقی نمونده بود. زندگی براش خیلی سخت شده بود. این شرایط پیش میره و حالا این سالهای آخر مثلا 2018 2019 عملا یه آدم حاشیه‌ای شده بود و از القاعده نه چیزی مونده بود، همون تعداد هسته‌ای هم که بود تو اقصا نقاط دنیا نه کار خاصی انجام میدادن، نه فرمان ویژه‌ای از این میبردن، فقط هر از گاهی یه ویدیویی میداد، یه بیانیه‌ای میداد، مثلا یه اعلام حضوری میکرد که آره ما هنوز هستیم. گوشم داره میترکه. پیش میره حالا یه شانسی میاره که طالبان برمیگرده و به قدرت میرسه توی افغانستان. از اینجا به بعد شاهد یه تحولاتی میشه، یه تحولاتی توی افغانستان. شبکه حقانی که همیشه مرموزترین و ویژه ترین گروه توی طالبان به حساب می اومد در شرایط فعلی یه خورده تضعیف شده بود، در حالی که امریکا همچنان دنبال این آدم بود و اوایل 2022 یه سری خبرایی به مامورات اطلاعات سیا میرسه، مامورای اطلاعات سیا میرسه، میگن احتمالاً یه حضوری هست از این آدم توی افغانستان. بر اساس اون صحبتایی که رصد میشد، در حال اینا خبرچین زیاد داشتن دیگه، همین حالا هم دارن، یعنی اینا سالها مستقر بودن توی این افغانستان و سیستم‌های اطلاعاتی خودشونو مستقر کرده بودن بالا سر این دوست ما.
یه سیگنالایی بهشون میرسه، ولی آمریکا چون درگیر جنگ خودش بود زیاد فرصتی نمیکرد خیلی برای این قضیه ها بذاره. ولی تا اینکه خبرچین ها میان اطلاع میدن و میگن آره آقا همسر و دختر و نوه های ایمن توی پاکستان موقع مستقر بودن، اومدن توی افغانستان و توی کابل مستقرن و این یک جرقه‌ای میزنه توی همون جامعه اطلاعاتی امریکا و جو بایدن در واقع خیلی درگیر قضیه میشه و یه تیم ویژه خیلی کوچیک رو مستقر میکنه که شما فقط تمرکزتون رو بذارید ببینید آیا میشه خودشم پیدا کنیم یا نه، خودشم هست یا نه، خانواده‌اش هست. ولی خب کاری نیستن که یه خورده که اینا تحقیق میکنن و فعالتر میشن، متوجه میشن که اینم بعد از یه مدت از پاکستان خودش رو رسونده به افغانستان، اومده توی کابل و توی یک ساختمونی مستقر شده. حتی ساختمونه رو هم پیدا کرده بودن، بهشون گزارش داده بودن خبرچینا. مال کی بوده؟ ساختمون واسه یکی از حقانیا بوده. مال کی حالا این ساختمونه؟ مال یکی از نزدیکان سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی بوده که خود اون آدم بوده مالک ساختمون. یکی از وزرای وقت به شمار میرفت تو محله شیرپور مرکز کابل، یه جای مرفه نشین بالا شهر کابل، نزدیک سفارت خود آمریکا، زیاد دور نیستش از اون آپارتمان و از اون جایی که اصلا اینا نمیتونستن کاری انجام بدن و بماند که خود ساختمونه. وقتی که رصدش میکنن میبینن خیلی دیوارای بلندی داره. در ادامه حتی متوجه میشن که طالبان یا همون حقانی برای این افراد، برای خانواده، حتی نگهبان هم تعیین کرده. حالا اونم به کنار، یعنی غیر قابل نفوذه، نمیتونن حتی یه بمبگذاری، یه نمیدونم بمبی بخوام بزنن، اصلا امکانش وجود نداره. چرا؟ چون این وضعیت برای آمریکایی‌ها خیلی الان وخیمه. همین که خارج شدن از افغانستان با یه وضع خیلی بدی، خودش یه کاهش اعتباری برای آمریکا داشت و ضمن این که توی اون روزهای آخری که امریکایی‌ها داشتن خارج می‌شدن از افغانستان، یه حمله میشه به خراسان. بعدا مشخص میشه کار اونا بود. تقریباً 13 آمریکایی کشته میشن نزدیک فرودگاه کابل و 170 تا هم افغانستانی هم کشته میشن توی این ماجرا. امریکا خودش شروع میکنه به رصد کردن که آقا چی شد؟ خب ما داریم میریم، چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ توی همین وضعیت که بود یه توییتا رو شناسایی میکنن که این خیلی براشون مشکوک بوده، حجمشون هم بالاه، پهبادشون دنبالشون میکنه. بعد از اینکه یه ظرف آبی مثل اینکه تو ماشین بود، مثل اینکه داشته میرفتن آب بیارن اینا، ولی فکر میکنن که از اون دب زرداییه که طالبانیا دارن برای کارهای تروریستی. فکر میکنن اشتباه میگیرن این ظرف آبو با اون ظرف طالبان، دستور شلیک میدن و اون ماشین میترکه و یه سری کشته‌ای میدن و در واقع یه حاشیه‌ای به وجود میاد که آمریکا 10 تا غیر نظامی کشته که 7 تاشون کودک بوده فقط. به همین خاطر کلا وضع خیلی برای آمریکا بد بوده، نمیتونست ریسک پذیری کنه. اگه قرار بود یه حمله دیگه هم انجام بده که با شکست مواجه بشه، کشته غیر نظامی بده، در قدم بعد یه سری اطلاعات کلی به دست بیارن که این آدم داره چیکار اونجا انجام میده، چرا طالبان داره ازش حمایت میکنه، داستانشون چیه. یه شبکه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مستقر میکنن، 24 ساعته رصد میکردن تصاویر ماهواره‌ای رو از طریق اطلاعاتی که خبرچینا میدادن و یه سری پلتفرم‌های تصویربرداری رو اینا تونسته بودن مستقر کنن اونجا. زمانی که دنبال نشانه‌هایی میگشتن از این آدم، سیگنال‌های منطقه رو بررسی میکردن، سیگنال‌های صوتی رو ببینن کسی توی این مکالماتشون از کلمه‌های عجیب غریب و حساس و کلمات مثل رمز و مثل مهمان، مثل پیرمرد، یا حتی استفاده از یک زبان رمزگذاری شده، حتی اگه محله باشه، ببینن چیزای عجیبی شنیده میشه یا نه که استفاده کنن ازش. سیگنال‌های صوتی. این در واقع یه سری از بخش مأموریت و کارها بود و زمانی که شروع کردم بررسی کردن ساختمون، چون بایدن تاکید کرده بود که به ساختمون هم نباید آسیب برسه، چون غیر نظامی ها هستن، زن و بچه ها هستن، نوه هاش هستن،
اونا نباید کشته بشن و اگر کشته بشه وضع خیلی خراب میشه. نباید رسیده الان ماجرا به بهار اون سال. فصل بهار از زمستون گذر کرده بودن و الان مشاور امنیت ملی که توی اون سال بود کاملا در جریان قرار گرفته بود، جریان عملیات. خود بایدن در جریان قراره. یه تیمی از مشاوران حقوقی حتی اینا رو برده بودن تا، ولی افراد کمی باید مطلع میشد، ولی با این حال به یه سطح رسانه‌ای رسیده بوده این عملیات. بالاخره جامعه جهانی ممکنه حساس بشه. سازمان ملل وقتی میرسه به جون 2022 اینها موفق شده بودن با همکاری آژانس ملی اطلاعات جغرافیایی یه ماکت خیلی دقیقی رو درست بکنن که همه این قضایا رو نشون میداد توی اون ساختمون کی کجاست، از چه چیزایی استفاده شده، مدل رو دقیقاً پیاده میکنن. میرسه به 22 جولای، میگذره میرسه اون روز 31 جولای. خب اینها از ساعات بامداد زیر نظر گرفته بودن ایمنو و منتظر بودن زمانی برسه که هم خود ایمن میاد توی بالکن و هم مطمئن باشن که کسی نزدیکش نیست که براش اتفاقی پیش بیفته. از یک پهپادی استفاده میکنن MP9 که پهپادیه که از عملیات خاص در عملیات خاص ازش استفاده میشه. پهپادیه که هم میتونه سلاح حمل بکنه، سلاح ویژه خودشو، و هم کلی حسگر داره، حسگرهای ویژه‌ای روش به کار رفته. نام من روز شنبه به دستور من ایالات متحده یک عملیات هوایی موفقانه را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمن الظواهری امیر القاعده شد. میگم ما بن لادن رو که کشتیم بعدم انداختیمش توی دریا که بعدم مثلا قبرش با آرامگاه و این چیزا تبدیل نشه. این آدما می‌خواستیم همینجوری کلا حذفش کنیم، هیچ چیزی ازش نمونه، رندش کنیم تموم شه بره. در حالی که این پهپاد گفته نشد از کدوم کشور گفته نشده، فقط گفتن از کشوری با فاصله دور. البته به احتمال خیلی زیاد پاکستان بوده. خود طالبان هم پاکستان رو مقصر اعلام کرده بود. این پهپاد از خاک پاکستان بلند میشه و از یه فاصله خیلی دور میره و این بمب نینجا رو شلیک میکنه. ما بسیار مستقیم نظر خود را با رهبران طالبان در مورد تمایل آنان برای پناه دادن به الظواهری و خانواده‌اش شریک ساخته ایم. ما واضح کرده ایم که نه معتقدیم، نه فکر میکنیم و نه تصور میکنیم، بلکه میدانیم که این کار نقض توافقنامه دوحه است. و یکی دیگر هم میزنن پشت سرش. 2 تا شلیک میشه پشت سرش که هیچ بحثی باقی نمونه. ساعت 6:18 صبح بوده که به وقت محلی که این اومده بود توی بالاکان و سیگارشو بکشه، این 2 تا بمب بهش میخورن و احتمالاً چیزی ازش باقی نمیمونه. تموم میشه ماجرا. تا 1-2 روز اصلا هیچ کسی هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نمیکنه. خود طالبان هم که اصلا گردن نمیگیره، اصلا اشاره نمیکنه. اونا چون اصلا میگفتن اصلا نیست، این آقا تو افغانستان نیست، ما هیچ حمایتی از اینا نمیکنیم. امریکا هم تا یه مدت وامیسته اصلا ببینه چه ریاکتی به وجود میاد، اصلا مطمئن بشه این اتفاق افتاده یا نه، فوت شده یا نه. موقعی امریکایی‌ها براشون خیلی جدی میشه که میفهمن نیروهای طالبان، اون هسته‌ای که با خبر بود و داشت مدیریت میکرد، نیروهاشون رو فرستادن اطراف ساختمون، کلشو قرق کردن که کسی نره بیاد، تصمیمی گرفته نشه، چیزی لو نره. و خانواده این آدم رو هم، زنش و دخترش و نوه‌اش رو دور کرده بودن، کلا برده بودن یه جای دیگه. اینجاست که امریکایی‌ها مطمئن میشن هم خبری از ایمن نیست، پس حتما کشته شده، هرچند جسدش هیچ وقت بیرون نمیاد چون چیزی ازش نمونده بود. ولی دیگه خب اینا مطمئن میشن و بلافاصله میان خبریش میکنن و خود بایدن سخنرانی میکنه و توش استفاده میکنه کلمه ایمن و مقامای دیگه میان تبریک میگن آره ما جدیم تو مبارزه با تروریستا. و این جاییه که طالبان تا همین حالا روایتش اینه که اون ساختمون خالی بود، یعنی امریکایی‌ها یه ساختمون خالی رو زدن که بگن آره ما ایمن کشتیم. ولی موقعی دیگه قطعی میشه ماجرا که سیف العدل به عنوان جانشین غیر رسمیش معرفی میشه. سیف العدل هم یه آدم ویژه‌ایه، اونم توی مصر دقیقاً با همین آدم بوده.
تو مصر کار کرده بودن، سرهنگ دوم بود، تو نیروهای ویژه بود و مسئول کارهای عملیاتی و نظامی بود، آموزش‌های نظامی رو این میداد. و امریکایی‌ها میگن که این از 2001 به بعد توی ایران زندگی کرده و اعتقاد آمریکایی‌ها اینه که تا همین حالا توی ایران. 11 سپتامبر سال 2001 حملات تروریستی مرگبار را در ایالات متحده انجام داد. حملاتی که پای امریکا را به افغانستان کشاند. من امیدوارم از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. کوچیک همتون اینجا رسانه تاریخی تحلیلی و ملی گرایانه میکائیل و من هم کوچیک تک تکتونم. درود با آرزوی دیدار. خدا نگهدار.